نفتی در داخل کشور سرمایه گذاری کنند، اما در حال حاضر به واردات از خارج کشور نیاز است و تلاش دارند واردات سالم و به موقعی صورت گیرد. همکارم حامد جلالی گزارش می‌دهد. ده ها تاجر مواد نفتی بلخ در یک اقدام هماهنگی یک اتحادیه زیر نام اتحادیه استخراج، تصفیه، تولید و فروش مواد نفتی با کیفیت فعال کردند. به گفته آنان هرچند تلاش دارند تا در بخش استخراج مواد نفتی در داخل کشور سرمایه گذاری کنند، اما در حال به واردات از خارج کشور نیاز است و تلاش دارند واردات سالم و به موقع صورت گیرد. ضرورت افغانستان تولیدات فابریکاتی که فعلا ایجاد شده است، ولی اگر ما بخواهیم که فابریکات زیادتر ایجاد شود باید بخش سرمایه گذاری تقویه شود و حمایت شود از طرف حکومت. دوباره می‌دانم که فابریکات زیاد ایجاد شود که بتوانه افغانستان از بخش واردات مواد نفتی اکتفا بسازد، ولی برای فعلا طبیعی است که از فابریکاتی که در افغانستان ایجاد شده از اون ضرورت افغانستان بیشتر است. ما خواهش ما از همه تاجران و سرمایه‌گذارای خود ما و شما کسایی که در بخش نفتی است آرزو داریم که بیشتر تکیه کنند در بخش زیربنای افغانستان. جمهوری اسلامی افغانستان احترامانه تقاضا می‌نماییم تا جلوی تعدادی از وارد کنندگان فرصت طلب که با واردات تیل بی کیفیت به طور قاچاق نظام بازار آزاد را می‌خواهد بدنام بسازد، خاک به چشم مردم بزند، فرار از مالیات از آن طریق دولت و مردم ما را متضرر نماید. گرفتار تاجران مواد نفتی بلخ همچنان از دولت می‌خواهند تا جلوی ورود مافیایی و ناسالم مواد نفتی از بنادر کشور را بگیرد که این موضوع سبب ناسالم بین تاجران مواد نفتی شده است. این در حالی است که چند پیش هم شماری از تاجران ابراز نگرانی کرده بودند ورود سیلاسای مواد نفتی از بنادر غرب کشور به صورت قاچاق و یا هم بدون پرداخت مکمل مالیات دولت سبب شده تا واردات از بندر حیرتان در بلخ کم شود و هم سبب رقابت ناسالم در بازار مواد نفتی شود. شاید حال هستیم که مشکلات بیخی زیاد است، حتی از مقامات دولتی باید بگم از مرکز تا بلخ، از مرکز تا جلال‌آباد، از مرکز تا هرات و تا قندهار مشکلات خو بیخی ما شاید حال هستیم که بیخی زیاد است. از مقامات هم زیاد، تاجر ما شما هم تا یک جای به اصطلاح اختلاف دارد. رقابت آزاد کده یا کدن میتونه یا میکنه خو یک چیزی به اصطلاح مغرضانه حرکت میکنه. دیگه بندرهای تاجر صاحبا فعلا شکایت دارن تیلای بی کیفیت میان. هیچ کس چندین بار رسانه ها آمدن، حیرتان آمدن، مزار شریف آمدن، در اتاقای تجارت چندین بار اینا خود چیز کردن تا بال دولت در کدام متوجه نشدن. در یک سال گذشته همزمان با آغاز کار استخراج چاهای نفتی در شمال کشور تلاش ها برای افزایش شمار تصفیه خانه های مواد نفتی برای تولید در داخل کشور و زمینه کار به مردم افزایش داشته است. همکنون 2 تصفیه خانه مواد نفتی در ولایت بلخ فعال است. مسئولان محلی در ولایت کندوز از بازداشت 3 تن به اتهام قتل یک دختر و یک زن خبر داده میگویند بررسی‌های ابتدایی نشان می‌دهد که این افراد از جمله اقارب نزدیکان مقتولین‌اند و بر سر خصومت‌های خانوادگی مرتکب این جرم شدند. سرور حسینی سخنگوی فرماندهی امنی کندوز میگوید این افراد تا حال به جرمشان اعتراف نکردند، اما